بر اساس گزارش‌های ارسالی به رسانه‌های آزاد، چندی پیش در شهر تورنتو کانادا، عده‌ای ناشناس با شلیک گلوله به اتومبیل کاسپین ماکان، کنشگر سیاسی، فیلمساز و نامزد جاویدنام ندا آقاسلطان، ضمن شکستن شیشه‌های اتومبیل وی، رایانه شخصی این فعال سیاسی را که در برگیرنده اطلاعات مهمی از موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اسناد مرتبط با پرونده جاویدنام ندا آقاسلطان و دیگر مبارزان راه آزادی به همراه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های این کنشگر سیاسی شناخته شده بود را به سرقت بردند. این در حالی است که پس از گذشت مدت زمانی قریب به 48 ساعت از این رخداد، زمانی که ماکان مشغول رانندگی در شهر و گذار از یکی از پل‌های طویل تورنتو بود، اتومبیل ناشناس و غیر معمولی با پلاک مخدوش و بدون علامت و نام کمپانی با استفاده از فرصت سعی در واژگون ساختن اتومبیل وی می کند. عاملان این سوء قصد که در اتومبیلی سیاه رنگ با شیشه های دودی سعی در انحراف وسیله نقلیه این کنشگر سیاسی و واژگون کردن آن را داشتند، با کنترل ماکان و نزدیک شدن اتومبیل های دیگر با سرعت از محل سوء قصد متواری می شوند. گفته می شود این سوء قصد و تهدیدات دیگر در پی استمرار فعالیت‌های کاسپین ماکان، از جمله ساخت و پخش گزارش‌های مستندی که پیرامون غارت‌های کلان حکومتی، اختلاس‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی، روشنگری علیه قوانین ضد انسانی اسلام و مواردی از این دست بوده شدت گرفته است. وعده دادن ایران را آباد خواهیم کرد. البته درسته آباد کردن، ولی جایی را آباد کردن که در اون محل سخن میگفتن، یعنی گورستان جنوب تهران بهشت زهرا. به باور تهدید کنندگان، فعالیت‌های کاسپین ماکان مصداق عینی الحاد و مبارزه با دین اسلام و حکومت اسلامی بوده که حکم آن مرگ است.